امروز میخوام قانون جاذبه رو تدریس کنم. ساده است اما دقت زیاد میخواد. 6 دانگ حواستون اینجا به تخته باشه. گچ نداریم. خانم روح نواز اجازه ما بریم دستشویی خانم. قوی دل تو چرا هر وقت من میخوام درس بدم دستشویی میگیرم؟ اجازه ما وقتی که حواس سر میشه تون دستشوییمو میگیره. سر کلاس من دستشویی و آب خوردن و اینا ممنوعه. خوش برو یه کش سفید برام بیار یه نسکافه. فقط گچ بگی زود برگرد. تدریس نمیکنم تا تو زود بیای. من بفهمم تخته پاک کنم آوردم. در حقیقت گفتیم که ضریب جی ضریب جاذبه نیوتن نام داره. و مقدارش در ضریب اس آی برابر با 6 مایز 67. تا همینجا کافی برای امروز. خانم درس دادین همه قوانین فیزیکو؟ کجا بودی پس قوی دل؟ همه رو من تدریس کردم. یکی از افتاده بود زمین برداشتم همین استفاده کردم. تو دستشویی رفتی انقدر طول کشید داره؟ نه خانم ما دستشویی نرفتیم، هنوز خودمون رو نگه داشتیم. از دوستات بنویس حالا. نه من حتما جزوه خودم باشه. مال دوستامون نمیتونم بخونم. پاک نمی‌کنم تا تو بنویسی. خانم ما جامون پاک نکنید. چیکار کنم ما که نمیتونیم کل ساعت منتظر تو بشیم. من از پرواز آدیس آبابا که جا نبودی که از دوستات بنویس. من دفعه دیگه نفر اول از قوی دل و فرماییان میپرسم.